عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحت سلامت باشین و از شما تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد موضوعش یک آهنگ بسیار زیبا از خانم پریسا مرسل است که آهنگ به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم و شروع میکنیم دوستای عزیز. ستا نکردومی پزره ایخی دیداغونه خونه دیورانش بیلتونه. متاسفانه در قسمت شعر و کمپوزیشنش ما معلومات ندارم. شما اگر میفهمیدین لطفا ما را همچنین در جریان بگذارین. این آهنگ ما میخوایم که اسی بخونم. این آهنگ زیبا مربوط تات کافی و یا دوریان مود است که گاو نیازی فلت و یا کمل می باشه. البته در این آهنگ اردوی ری استفاده شده. میریم و دوستای عزیز ما از سی آهنگ میخوانیم. خب اگر ما سی بخوانیم دوریان مود و یا تات کافی ما چه رقم شکل داره؟ ساری کما پادانی سا سانی دا پا مگری سا ساری کما پادانی سا سانی دا پا مگری سا. اینتروی آهنگ و انترلود آهنگ اردوش یک رقم است. اینتروی آهنگ از این سی ماینور کورد شروع میشه. از این معنی ولی یک اکتیف پوینتر از این اینجا. همراه یک انگشت بال از انترو آهنگ در سی ماینور کورد استارت میشه و از این اینجا آهنگ شروع میشه. البته آستایی همچنان از این سی ماینور کورد شروع میشه و از مشروع میشه. از این مشروع نمیشه. از یک اکتیف پوینتر ستا نکردومی پزره ایخی دیداغونه خونه دیرانه شبیلتونه. این همی آستایش از دوستای عزیز و انترو و انترلودش یک رقم است. یعنی ای انترلودش و انتری آهنگ همچنان از این سی ماینور کورد است. رابندی بلدی ایجر اوردی نور دجوندون نمیز لطوردی. اینه میده فقط یاد بگیرین دیگه تکراری آستایی است. اینمی انتری آهنگ از دوستای عزیز. این تمام آهنگ بود. امیدوار هستم که شما با بزرگواریتون کاستی های ویدیو لطفاً ببخشین. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 4/4 تایم سیگنیچر از دوستای عزیز. میریم و ما ایره در گده تمرین میکنیم.